یک پژوهش تازه معین کرده است که ساکنان تاجیکستان از 60 تا 80% درآمد ماهانه خود را برای خورد و خوراک صرف می‌کنند. این پژوهش از جانب سازمان آکسفم در همکاری با سازمان امنیت همکاری اروپا و میان 2000 ساکن تاجیکستان گذرانیده شده است. با اندک تفاوت اما آمارهای رسمی هم از بالاروی خراجات مردم برای انواع خوراک درک می‌دهند. گفته می شود وابسته به بحران مالی، پایین رفتن قرب پول ملی، کاهش انتقال مبلغ از جانب مهاجران و مشکلات دیگر، ساختار سبد استعمالی هم در کشور تغییر یافته یک قسم بزرگ معاش برای دسترخوان خانواده ها صرف می شود. خراجات زیاد برای شکم ساکنان کشور را از عملی کردن کدام آرزو و نقشه هایشان محروم می سازد؟ در یک صحبت سریراهی با ساکنان پایتخت ما همین موضوع را در میان گذاشتیم. اکثریتی قسم زیادی معاش به خورد و خوراک می رود. چند درصد تقریبا معلوم می شود که به خوراک صرف می رود؟ ممکن یک 60-70% به خوراک. باقی مانده برای نبیره ها، فرزندا با یاردم می کنم و برای خودم البته صرف می کنم. معاش ما حاضر آنقدر بد هم نیست، لیکن اگر من امکانیتی وسیع‌تر می داشتم و دولت‌های دیگر سفر می‌کردم، چون که حالا فرزندا رو همه جابجا کردیم و گفته مردم می‌خواستم فرانسه رو ببینم، می‌خواستم دولت‌های مسلمانی به مانند عربستان سعودی. این مبلغ معاشی که من میگیرم بسیارش در پول راهپولی صرف می‌شود. بسیارتر من کتاب ده صرف می‌کنم با همون پولی که همون می‌غلطه دستم ده بینم که کم ترکک امو پول زیادی میکنم، یگان کتاب نقد میخرم که امو کتاب با بچم یا دخترم بخونه. اگر به شرط در یگان زمانی در یگان وقت رفته و خدا مرا تقدیر کنه که من همو قدر پولدار باشم، میخواستم کتابخانه خصوصی تشکیل کنم که همه دانشجوهایی که در امو دانشگاه میخونن کتابای موردی ضروریشونه که درسا ده نمیرسونه و گردن کج میان ناامید میشن میرن همو کتابو رو اساسا خرید کنم. ما هم خودم خیلی هم فرزند مصرف میکنم برای بهبودی خیلی زندگی شده پیش دوست دشمن نقص بشم. یعنی نه فقط خوراک و لباس سر لباس هم اهمیت میتیم. فرزند من 3 ساله برای که من اگر مبلغ من ذخیره کنم با مقصدی که در آینده فرزند من در مکتب‌های بهترین تحصیل کند، سعودی بگیرد، یعنی کمال کند سعودش را بگیرد. اساساً ما ماهانه خودمان اولا در خوراکواری فرزند و عائله پدر پیر جانی معیوب صرف میکنیم. دوم در تعلیم و تربیه فرزند، و در لباسواری، اشیای روزگار، اشیای تأمین، اشیای تعلیم صرف میکنیم. از بس که مثلا ما 3 فرزندم امکانیت مثلا ذخیره کردن مبلغ من ندارم، چون که بیشتر ما کوشش میکنم که در تعلیم مکتب دخترها و پسرها فراگیر باشند. بیشتر همین زندگی معاشوی میافتگی بچه خودمون نفقه در همین خوراکه میروه. خوراکه بسیار میروه. برای که یک لباس خری 1 سال 2 سال میپوشه قابلیت نباشه، همین زندگی در صورت در خوراکه میروه. بچه همون کلان شده که نخواهید من نفقه میگیریم و اگر دوام میشدم و قابلیت میشد خارجه میفرسوندم، مسکو میفرسوندم، مثال گرمانیا میفرستم نمی‌سوم ترکاتش پیش بیاره یا می‌گستم نمی‌دونم. بیشتر قسمت زیاد معاش رو به چی صرف می‌کنید؟ فرزند داره. همین خودتون چی نقشه داشته در زندگی؟ اگر امکان دست می‌داد معاش هم خوب می‌بود، کدام کار انجام دادن می‌خواستید؟ سیاحت می‌کنم.